هر کی فکر میکنه با اولویه نمیشه یه پیتزای خوب درست کرد تا آخر این ویدیو ما باشه. بریم تو کارش. سس فرنج برای کف. ده دقیقه 320 درجه. این یکی از سالم‌ترین پیتزا هاست که میشه درست کرد. مناسب برای بچه‌ها و همینطور میتونه یه وعده غذایی مدرسه هم باشه. اینم از پیتزای اولویه. خب میخوای بدونی توش چیا داره؟ حتما، چرا که نه؟ اولویه داشت، کفش سس فرنج زدیم، میشه سس کچاپ هم زد ولی چون اولویه کلا با سس فرنج خوشمزه تر میشه اونو زدیم. گوجه هم که خب باید داشته باشه. اولویه بهش کمه. خیارشور هم توش داشت. نه خیارشور داره تو خود اولویه دیگه. بعد ذرت هم که همیشه با اولویه جوابه. خیلی تو کامنت ها گفته بود فکر می‌کنم چیز خوبی بشه. یکم دیگه مشخص می. درست کن. یادش رفت آبش هم نکن دیگه. خب چرا؟ به خدا خوب میشه. مشتبه جان. بیشتر از همیشه. آخه آویشن من نمیدونم چرا بدش میاد. چقدر باحاله. اینو به چشم پیتزای اولویه نبینید. این اولویه پیتزاییه. خودت هم بعدا میفهمی چی گفتم. بد نیست. باحاله. آدم مثلا هی هوس میکنه بازم بخوره. خیلی پیتزا آبکی شده. میشه اولویه کمتر توش استفاده کرد. حجم اولویه زیاد بود در پیتزا. خیلی زدی. نمره چند میدید؟ میخوام بالا بهش بدم. بله مان. چرا؟ انقدر خفن نشد. 7 رو بهش میدم من. منم واقعا 6 و نیم نداریم نه؟ 6 قرار بیاریم. مثلا اون تابلویی که 24 هفته است میخوایم بندازیم. تابلو بعداً میزنیم. پیتزای بعدی بگید چی باشه؟ تو کامنت ها بهمون بگید. هر چی بگید ما باش پیتزا درست میکنیم.